در ولایت جنوب غربی بلوچستان پاکستان مقامداران ارتش میگویند که مقدار زیادی سلاح و مهمات را به تصرف درآوردند. آنها درباره زمان و مکان عملیات اطلاعی بیشتر ندادند، ولی افزودند که شماره زیادی مسلسل‌های کلاشنیکوف، گلوله انداز، کمر انتحاری و مواد ترکنده را مصادره کردند. در ولایت بلوچستان آشوبگران اسلامی و جدایخواهان بلوچ فعال می باشند. نیروهای حکومت اوکراین در نزدیکی‌های ولایت شرقی لوهانسک موقع‌های نوشان را تحکیم می‌بخشند. 30 اکتبر سربازان در پاسگاه نو پناهگاه‌های زیر زمینی می‌کندند، چون که جدایخواهان رو به مسکو 2 روز اینجانب موقع‌های آنها را هدف آتش خمپاره و توپخانه قرار دادند. افسران اوکراینی میگویند سر از ابتدای ماه سپتامبر در این منطقه آتش بس حکم فرماست، ولی موقع‌های آنها بیشتر و بیشتر آتشباران می‌شوند. بعد اعلان آتش بس نیز در چندین گوشه شرق اوکراین برخوردهای مسلحانه به قید گرفته شدند. در شهر کابل گردهمایی بر ضد یک روزنامه که به دین اسلام توهین کرده است راه اندازی شد. صاحب و سردبیر این روزنامه با اتهام عمل کفر بازداشت شدند. این پرونده یک امتحان برای پرزیدنت تازه انتخاب شده افغانستان اشرف غنی می باشد که باید موازنت میان آزادی بیان و تقاضاهای مجازات شدید مسئولان توهین به دین اسلام پیدا کند. در کوسوو معرکه یک ماهه آگاهانیدن مردم از خطر سرطان سینه ادامه دارد. در گردهمایی روز جمعه در شهر پریشتینا پرزیدنت این کشور عاطفه یحیی آقا شرکت کرد. منصبداران کوسوو میگویند در این کشور تخمیناً 1,800,000 نفر به سر میبرند و از بین آنها هر سال کمش 200 کس گرفتار سرطان سینه می شود. در شهر الماتای قزاقستان جشنواره 3 روزه عسل با نام تیرماه طلایی آغاز یافت. در این چاره‌بینی تقریباً 50 عسل پرور از مناطق مختلف قزاقستان اشتراک دارند.